میخواستم بگم که به والله قسم من به عنوان یک شیعه سنی شده میگم که شیعیان دست از مذهب تشیع بردارید که تنها راه رستگاری و فلاح همین مذهب تسنن است ولا غیر. این رو هیچ شکی نداشته باشید. و استاد بزرگوار میخواستم در راستای منهج قرآنی و اینکه ذکری از نام علی در قرآن آمده یا نیامده انشاءالله صحبت کنم که بفرمایید، در خدمت شما انشاءالله که بتونید تحملم کنید. بفرمایید برادر عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان، بیشک قرآن سراج راه امت اسلامی است که بیانگر حقایق و چراغ منور و ساطع پیروان این شریعت حنیفی باشد. مسلمانان با رجوع به این کتاب عظیم راه را از چاه می شناسند و در هر مکان و زمان قرآن بهترین مشاوره ها را می دهد، چرا که فرستاده رب العالمین است و از هر عیب و نقصان و کوتاهی به دور است، چرا که الله متعال کامل است و کمال را بر رسول گرامیش فرود آورده. با این تفاصیل و با توجه به اینکه الله متعال برای پیشبرد اهداف امت اسلامی قانون سیر بشری را در قالب کتابی گوهربار به نام قرآن فرود آورده و می‌فرماید و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه. نه تنها قرآن هدایتگر امت هاست بلکه شفا و رحمتی است برای درد دردمندان. و اینجا شفا و رحمت تنزیه بشریت از دنس و سوق انسانها به سوی تعالیات است که انسان در جهت اعتلای کرامت انسانی و پیشرفت بشری و خداپرستی و توحید گام بردارد، کما اینکه الله متعال می‌فرماید ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. براستی که قرآن کریم راسخان طریقت الله را ثابت قدم می‌نماید. در باب تشیع پندار در این است که میگویند حضرت علی رضی الله عنه فرموده سلونی قبل ان تفقدونی، یعنی از من سوال کنید قبل از این که از میان شما بروم، چرا که من به طرق آسمان ها و زمین واقف هستم. گذشته از این که این قول هیچ حجت علمی و عقلی و متواتری ندارد، اما اگر بر فرض مثال این سخن را علی رضی الله عنه گفته، آیا علی به خلق ارحمتر از رب العالمین است که برای برون رفته از جهل مردم و با توجه به این که به زعم شما علی آگاه زمانه و واقف به کان و ما یکون است، پس بر مردم شفقت کرده و میگوید از من بپرسید که علم و آگاهی دنیا را در اختیارتان بگذارم. و از سوی دیگر الله متعال العیاذ بالله نسبت به خلقش بی تفاوت باشد که نه کتابی کامل نه راهی منور برایشان بگذارد. ثانیاً علی چرا برای خدمت امت اسلامی این علم و آگاهیش را به طور مجانی و بدون پرسش و پاسخ در اختیار مردم نگذاشته که هم عملی صالح انجام داده باشد و هم موجبات خوشنودی رب العالمین به سبب نشر علم و دانش و آگاهی می شود، در صورتی که الله متعال تمام دانشها و دانستنی های آسمان ها و زمین را در کتابی گردآوری نموده و انسان بدون خرج و هزینه به صرف خواندن قرآن کریم این معلومات در اختیارش قرار می گیرد. آیا علی دلش برای مردم سوخته و العیاذ بالله الله متعال به خلقش دلسوزی و رأفت ندارد که آنها را سردرگم بگذارد؟ با این تفاصیل میخواهیم ببینیم که آیا نام علی در قرآن آمده یا خیر. شما معتقدید که قرآن فعلی تحریف شده و نام و ذکر علی از آن حذف شده. خب شما می توانید هر آنچه که به زعم شما از قرآن حذف و تحریف شده را سر جایش برگردانید و قرآنی بدون تحریف و مألوف از نام علی چاپ کنید و آن را در اختیار پیروانتان بگذارید و به آنها بگویید این است قرآن غیر محرف و کامل. شما خوب میدانید که قادر به این کار نیستید و جز فضاحت و روسیاهی چیزی عایدتان نمی شود، چرا که الله متعال می فرماید و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین. یعنی اگر در شکید که از آنچه بر رسولمان نازل کردیم
آیه همچو آیات قرآن بیاورید و طرفدارانتان بجز الله متعال را به یاری بطلبید اگر راست میگویید. شما به نماز تراویح اهل سنت خورده میگیرید و میگویید که این نماز را عمر احداث کرده. فاروق اعظم رضی الله عنه این نماز را نساخته، این نماز را پیامبر مکرم اسلام میخوانده و وقتی با استقبال بی‌نظیر صحابه مواجه شد، به خاطر اینکه این نماز به صورت فرض در نیاید، به صحابه جلیل الشأن فرمودند در خانه هایتان بخوانید. عمر فاروق رضی الله عنه بعد از رحلت پیامبر این نماز را احیا کرد، نه تأسیس. و حتی اگر تأسیس کرده باشد، مگر شما نماز امام حسن و حسین و هادی و صاحب الزمان و نماز فاطمه و ده ها نماز دیگر ندارید؟ این همه نماز را از کدام شریعت گرفته اید؟ نمازهای 2 رکعتی و 4 رکعتی که بعد از سوره حمد 50 بار سوره توحید دارد و گاهن بعد از سوره حمد 100 بار انا انزلناه دارد. من نمیدانم بعد از قرائت سوره حمد چطور میتوانید بشمارید که چند بار توحید را خوانده اید یا چطوری 100 مرتبه انا انزلناه را میشمارید؟ این نماز است یا شمارش و اعداد و ریاضی؟ چطور ممکن است که علی رضی الله عنه که بشری همچون سایر بشریت است و به طبع در راستای آیه شریفه کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام که به طبع علی مرگ را خواهد چشید، پس چطور برای شما علم و آگاهی و شریعت صحیح به اسم بگذارد و والعیاذ بالله پروردگار متعال به فکر خلق خودش نباشد؟ آخر از این پندار خرافه و گزافه شر نمی کنید؟ و در راستای مبارزه با شریعت اسلام، چون شما بزرگترین دشمنان اسلام هستید، لذا به ناموس پیامبر العیاذ بالله نسبت فسق و فجور و عصیان میدهید. قرآن کریم این همه کلمه امرأه یعنی زن را آورده، میفرماید برای کافران مثال امرأت لوط و امرأت نوح و امرأت ابو لهب را ذکر می کند و نیز برای مؤمنین امرأت فرعون را مثال میزند. اگر العیاذ بالله آنچه که شما میگویید درست باشد، الله متعال استغفر الله کمتر از علی شماست که چنین اصل مهمی را روشن نکند. آخر اگر در محله انسانی باشد که خانمش سبکسر باشد، آیا ساکنین محل آن احترام لازم را به ایشان میگذارند؟ نمیگویند که فلانی چقدر دیوس است که قدرت کنترل زنش را ندارد؟ اگر العیاذ بالله و استغفر الله و زبانم لال ناموس پیامبر مشکل داشت، آیا سخنان حضرت پیامبر خریدار داشت؟ آیا مردم نمی گفتن محمد ابن عبدالله چشمش به خانوادهش باشد بعد بیاید برای من از دین و شریعت جدید حرف بزند؟ مگر در پلاکارد های عریض و طویل نمی نویسید که علی بزرگترین حق گزار بشریت است و جامع قرآن کریم است؟ ما هم با حقیقت مداری و حق گویی علی موافق هستیم، لکن این شخصی که به زعم شما قرآن را جمع آوری کرده، چرا نام حذف شده اش از قرآن را به قرآن مسترد نکرد تا شعار حقداری شما به منصه ظهور برسد؟ چون با برگشت نام علی به قرآن به زعم شما حق به حقدار میرسد و علی هم بزرگترین حق گزار بشریت است و هم مشکل معممین شما را که نمیدانند نام علی در قرآن آمده یا نیامده و با سردرگمی بعضی ها میگویند آمده، 10 دقیقه بعد میگویند نیامده و بعضی ها میگویند نه نامش آمده. لذا مشکل این آمده یا نیامده جناب معممین را حل میکرد. در ابتداء رسالت برای حفظ قرآن آیات الله متعال را بر روی رق یا همان پوست می نوشتند و نیز از صحابه حافظانی بودند که قرآن را حفظ می کردند، من جمله حضرت ابوبکر، عمر و عثمان و دیگر صحابه رضی الله عنهم اجمعین. اگر این مشایخ جلیل القدر با حضرت علی رضی الله عنه مشکل داشتند، آیا هنگام جمع آوری قرآن به زعم شما توسط حضرت علی، آیا این حافظان قرآن در سینه خود به امام علی به سبب کدورت یا دشمنی مزعوم شما اطلاعات غلط نمی دادند؟ آیا آیات حفظ شده قرآن در سینه هایشان را تحریف شده تحویل حضرت علی نمی دادند؟ پس اگر قرآن تحریف شده و حضرت علی جامع قرآن است،
پس طبق نظر شما حضرت علی قرآن را با تفاصیل موجود تحریف شده جمع آوری کردند. ما گناهی نداریم که نظر خود شماست که حضرت علی رضی الله عنه جامع قرآن است و ایشان طبق نظر شما با صحابه گرانقدر مشکل داشتند و دشمن بودند و اینها همدیگر را بر نمی تابیدند و تحمل نمی کردند و چشم دیدن همدیگر را نداشتند. لذا اگر قرآن تحریف شده پس توسط گردآورنده آن به صورت تحریف شده جمع آوری گشته، چون حضرت علی رضی الله عنه خودش که حافظ کل قرآن نبوده و صحابه هم طبق گفته شما به سبب عداوت و بغض از علی رضی الله عنه و برای تحریف ایشان و برای تخریب ایشان آیات حفظ شده در سینه خود را پس و پیش تحویل داده، و یا اینکه خود حضرت علی به سبب بغض مزعوم شما و یا اینکه برای تخریب صحابه و انتقام از غصب خلافت توسط آن بزرگواران قرآن را تحریف شده نگاشتند و جمع آوری نمودند. اما یک سوال پیش می آید و آن اینکه چرا صحابه نامی از خود در قالب آیات قرآن ذکر نکردند و یا اینکه خود حضرت علی برای فروکش کردن و قائل خط دادن به اختلافات موجود در قرآن جمع آوری شدهش از پهلوی شکسته و غصب فدک و سخت جنین و غصب زمامداری و خلافتش و عدم زن دادن به حضرت عمر فاروق و یا حداقل ثبت طلاقنامه دخترش با فاروق اعظم ذکری ننموده؟ من که گیج شدم. در هر صورت چون به باطل حرف میزنید مچتان را میگیریم و یک جای کار شما گیر دارد و میلنگد. اما تعجب آور این که عوض پوزش و دست برداشتن از این خزعبلات و استغفار به رب العالمین چرا به فکر دسیسه های شیطانی دیگر هستید؟ آیا چند صباح بیشتر زندگی در این دنیای فانی ارزش شرک دارد؟ قضاوت با شما و من الله التوفیق. جزاکم الله خیر. تشکر میکنم از برادر عزیزمون آقا عثمان عزیز و گرامی.